نواچی دورن دای نواچی دورن شنو دورو بیا میلن دای نواچی دورن شنو دورو بیا میلن پر بگیانو قسم من درونم گیلن پر بگیانو قسم شکرو شکرو شوشک میلتم شوشک میلتم تو ملام نتونیم مکره غیبتم تو ملام نتونیم مکره غیبتم مکره فصل انار کردستان. توی منطقه هورامانات کردستان هستیم، جایی که محلی ها دور هم جمع میشن و به شکرانه رسیدن فصل انار جشن و پایکوبی برگزار میکنن. محلی ها با لباس های محلی آماده مراسم جشن میشن و باغدارها توی باغهای خودشون شروع میکنن به چیدن انار و بسته‌بندی و فروششون. و وقتی که به باغها نگاه میکنی میبینی که چقدر میتونه درخت انار با شکوه و جذاب باشه. معمولا لباس‌های قرمز پوشیده میشه و لباس‌های رنگی و کم کم آماده میشیم برای یک جشن و یک رقص کردی با شکوه.
وقتی خونه‌های پلکانی مناطق کردنشین رو نگاه می‌کنی می‌بینی که کردستان رو نمی‌تونی جدایی از کوهستان ببینی. کوهستان بخش بزرگی از زیست مردم کردنشین هستش و خیلی از مردمانش در دامنه‌های کوه زیست می‌کنن و سرسختی اون رو یک جورهایی به ارث بردن. توی این سفرم به یک ترکیب رنگ جالبی رسیدم بین رنگ انار کردستان و رنگ کوهستانهاش و انگاری این ترکیب رنگه یه حال و هوای خاصی داشت توی اون روزهایی که جشن انار برگزار میشد و وقتی که این رنگ انار میاد تبدیل میشه به لباس قرمز محلی کردی، اون موقع است که شکوه و جلال خاص خودش رو پیدا میکنه. هر چقدر که به غروب نزدیکتر می شدیم جماعت کم کم متفرق می شدن و جشن کم کم تموم می شد. اما اون چیزی که باقی مونده بود اصالت و هویت کردستان بود. چیزی که باقی مونده بود اون کوههای برافراشته و استوار و پایدار کردستان بود. یا چیزی که باقی مونده بود اون درختهای انار و رنگ انار کردستان بود. امیدوارم که کردستان همینطور پایدار، اصیل و استوار باقی بمونه. Devletin